آقا گواهینامه موتور تو آلمان این شکلیه که ببین تو گوششون یه چیزیه، اگه نگاه کنین یه ماشین جلوی شما راه میفته و شما از پشتش سوار موتور میری. اینجوری نیست که حالا کسی پشت ترک شما بشینه یا چیزی. شما یه نفر طرف تو ماشینه این چیزی تو گوششه، از طریق اون گوشی داره با شما صحبت میکنه و به شما میگه که آقا مثلا باید برو این سمت، به پیچ این ور، برو اون ور، و اینجوری به شما آموزش میده. یعنی توی شهری، آموزش داخل شهری به این صورته و چیزی اصلا مدل آموزش شهریش دو ترکه و اینا نیست. این خیلی نکته باحالیه. شما جلو راه میافتی و حالا پشت راه میافتی. جالبش اینه گواهینامه موتور هم گرونتر از گواهینامه ماشین تو آلمان و حدودا مثلا گواهینامه ماشین برای من حدود 1500 تا در اومد و با کاوزوکی 600 هم داشت آموزش میدید. ولی گواهینامه موتور حدودا اینجوری که من پرسیدم نزدیک به 2500 تا 3000 یورو مینیمم توی شهر ما، چون ایالت به ایالت فرق میکنه در میاد. اینم از آموزش موتور سواری. برو ببینم چیکار میکنی. ببین رفت، اینم پشت سرش رفت.